عزیزان، تو این شرایط سخت اقتصادی برای اینکه از پرداخت هزینه‌های دوا و دکتر در امان باشیم و دچار بیماری‌های متابولیکی مخصوصا دیابت نشیم، البته تحت نظر پزشک و بررسی آزمایشات قندی مثل قند خون ناشتا 2 ساعته، A1C و انسولین، لازمه که قند شکر رو حذف بکنیم و از مواد غذایی که دارای بار قندی و شاخص قندی بالایی هستن رو هم حداقل کمش بکنیم و از مواد غذایی سالم مصرف بکنیم و از آب کافی، خواب کافی، مایندفولنس، ذهن آگاهی و آرامش اعصاب و روان و ورزش، چون موقع ورزش گلوت فرم فعال میشه و انسولین دیگه ضروری نیست تا این قندها بره توی سلول ها، مخصوصا سلول های عضلانی. عزیزان، من مطالب رو بسیار ساده و روون و خودمونی خدمتتون عرض میکنم. از کلمات و جملات قلمبه سلمبه استفاده نمی کنم. تعریف از خود نباشه. تجربیات زیادی دارم برای پیشگیری و بهبودی بیماری ها. هیچ جا نرین، با من باشین، به جاهای خیلی خوبی میرسین. همیشه در خدمتتون خواهم بود. تن و جانتون سلامت، دلتون خوش، خداتون نگهدارتون.